رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برای شرکت در نشست سران این سازمان در شهر دوشنبه جمع شدند. در این نشست 10 رهبر کشورهای منطقه و هیئت‌های کشورهای ناظر شرکت خواهند کرد. پیش بینی می‌شود که در حاشیه نشست دوشنبه با خروج‌های روبروی رهبران کشورهای عضو سازمان دایر خواهد شد. در شمال و غرب پاکستان مردمی بیخانه و درمانده منطقه قبیله ها در شهر پشاور در نزد خانه رهبر این استان گردی همایی تشکیل کردند. آنها میگویند که در اردوگاه پناهندگان برق، آب و غذا کم بوده نیروی برق نمی رسد. اعتراضگران از والی ولایت خواستند که یا شرایط زیست آنها را بهبود بخشد و یا امکان بازگشت آنها به مکان دائمی زیستشان را تشکیل کند. در شرق افغانستان در ولایت ننگرهار عملیات ارتش ملی افغانستان بر ضد طالبان آغاز یافت. در این ولایت حمله‌های زیادی طالبان به قید گرفته شده است. از جمله 2 سپتامبر در ننگرهار حمله مرگ طلب جای داشت. طبق بعضی گزارش‌ها اخیراً گروه بزرگی طالبان پاکستانی مرز را عبور کردند. در الماتای قزاقستان سازمان جوانان با نام بلاشک اعتراض تشکیل نموده تقاضا کرد که به اصطلاح تشویق همجنسگرایی منع گردد، اما حامیان حقوق همجنسگراها به این سازمان جانبدار حکومت مقاومت نشان داده تاکید کردند که بلاشک سعی دارد اقدام‌های روسیه را در قزاقستان نسخه برداری کند. در روسیه برای تشویق همجنسگرایی در میان کودکان مجازات معین شده است. در بیشکک یک گوشه ایالات تگزاس آمریکا تشکیل شده است. آشپزان مشهور آمریکایی تیم بایرس و یان بیچ با دانشجویان طرز پختن باربیکیو را تعلیم می‌دهند. این سفر آشپزهای آمریکایی را دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا در چارچوب تشبث دیپلماتی طباخی راه‌اندازی شده است که هدف از آن تحکیم روابط دوستانه در سراسر عالم توسط تشویق طعام‌های آمریکایی میباشد.